حجاب خیلی دست و پاگیره، سخته، باعث میشه آدم اذیت بشه تو گرما، تو سرما، مثلا تو رفت و آمد پشت فرمون. مگه شما نمیگین که خدا ظلم در حق کسی نمیکنه؟ ولی الان بودن این حجاب خیلی جاها ظلم به خانم‌ها حساب میشه. خیلی محدودیت ها رو توی مثلا انجام کاراشون براشون به وجود میاره. درست. یه مقدمه بگم. اولا که خدا اهل ظلم نیست، خدا عادله، یعنی ما به این اعتقاد داریم که خدا ظلم نمیکنه. ولی این سوال شما هم منطقش درسته. حجاب محدودیت، بله محدودیت. به قول شما اذیت میکنه، موی آدم زیرش به خارش میفته، عرق میکنه، گرما، دست و پاگیرش، همین چیزی که شما میگین درسته، واقعا هم هست و واقعا هم حجاب محدودیته. یعنی آدم محدود میشه تو رفت آمدش. توی یه آدم با چادر بخواد بدو از پله بره بالا، قطعا براش خیلی سخت‌تره تا یه آدمی که یه مانتو تنشه. حالا سوال دوم من اینه، به غیر از اون که خدا ظلم نمیکنه و عادله، آیا هر محدودیتی بده؟ ببینید کجا ذهن آدم محدودیت رو بد میدونه؟ جایی که سودش رو نفهمه. درسته؟ ولی شما چرا کفش میپوشی تو خیابون؟ کفش پات بو میگیره، پات عرق میکنه، پا مگه قلب دوم نیست؟ شما محدودش کردی، تو کفش تحت فشارش قرار دادی. بعد خود کفش ارزونه، آدم کفش خوب بخواد بخره حداقل باید 1-2 میلیون تومان خرج بکنه اگه واقعا چرم بخواد بگیره. هزینه هم پس برامون داره، آخرش هم هر جایی نمیتونیم بریم، بعد پات هم در بیاری باز بو گرفته، روابط اجتماعیت هم به هم میخوره. ولی این کفشه با همه محدودیتاش ما قبولش میکنیم و پامون میکنیم. چرا؟ چون این محدودیت تهش میدونیم آقا جون یه سودی برای من داره. پام تو جوب دیگه نمیره، خیس نمیشه، رو آسفالت داغ نمیسوزه، پام روی سنگ و شیشه اگر بره زخم نمیشه. یعنی از یه ضرر بالاتر داره منو حفاظت میکنه. قدیم سپر میپوشیدن، الان کلاهخود میذارن، تجهیزات میپوشن، لباس ضد گلوله، اسلحه سنگین، میرن به جنگ. سختشون نیست؟ گرمشون نمیشه؟ ولی یه ضرر بالاتریه. آقا تیر میخوره تو کلم، اب نداره، من اینو قبولش میکنم. موتور سواره کلا کاسکت میذاره تو تابستون عرق نمیریزه زیرش، چرا؟ ولی داره از یه ضرر بالاتر جلوگیری میکنه. هم جریمه نمیشه، هم که اگه تصادف کنه حداقل کلش از ضربه‌های معمول تصادف محافظت میشه. پس این که من متوجه بشم آقا این محدودیت رو دارم قبول میکنم که یه ضرر بالاتری بهم نرسه، حتی پوشیدن و قبول این محدودیت رو عاقلانه میدونم. چرا حجاب رو ما عاقلانه نمیدونیم؟ چرا از این زاویه نگاهش نمیکنیم؟ شما انصافاً خودتون تجربهش رو احتمالاً داشتین یا از اطراف